آیا هنوز برای انتخاب رشته دانشگاهی خود سردرگمید؟ در این ویدیو به شما نشون میدیم که چطور با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته بهترین و هوشمندانه ترین انتخاب رو داشته باشید. با ما همراه باشید تا آینده تحصیلیتون رو روشن‌تر کنیم. سلام به همه دوستداران تکنولوژی و آینده سازان عزیز. به کانال تک پلاس خوش اومدید. امروز قراره با هم یک سفر جذاب به دنیای تکنولوژی‌های نوین داشته باشیم و ببینیم چطور این تکنولوژی‌ها میتونن به ما کمک کنن تا بهترین انتخاب رو برای آینده تحصیلیمون داشته باشیم. پس اگر آماده اید که با ما به این سفر جذاب بیاین، همین حالا دکمه سابسکرایب رو فشار بدید و زنگوله رو بزنید تا هیچ کدوم از ویدیوهای جدید ما رو از دست ندید. ویدیو رو تا آخر ببینید چون کلی اطلاعات جذاب و کاربردی منتظرتونه. بیاین با اولین تکنولوژی شروع کنیم. هوش مصنوعی و مشاوره‌های هوشمند. دیگه اون روزهایی که برای انتخاب رشته باید ساعت‌ها با مشاوران صحبت می‌کردید و دفترچه‌های راهنما رو ورق می‌زدید گذشته. حالا سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی به کمک شما میان. این سیستم‌ها با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین یا ماشین لرنینگ تمامی اطلاعات شخصی شما رو مثل نمرات تحصیلی، علاقمندی‌ها، مهارت‌ها و حتی نتایج تست‌های شخصیتی رو تحلیل می‌کنن. سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌های صدها هزار دانشجوی دیگه به شما پیشنهادات رشته‌هایی رو میدن که بیشترین تطابق رو با شما داره. الگوریتم‌های یادگیری ماشین. این الگوریتم‌ها از داده‌های تاریخی استفاده می‌کنند تا الگوهای موفقیت تحصیلی رو شناسایی کرده و پیشنهادات شخصی سازی شده‌ای رو به داوطلبان ارائه کنند. تحلیل داده‌های بزرگ. از کلان داده‌ها یا بیگ دیتا برای تحلیل و مقایسه داده‌های تحصیلی و شغلی استفاده میشه. اطلاعات مربوط به موفقیت‌های تحصیلی و شغلی دانشجویان گذشته میتونه الگوهایی برای پیشبینی مسیر موفقیت هر داوطلب ارائه بکنه. واقعیت مجازی VR و واقعیت افزوده AR. حالا تصور کنید که میتونید قبل از انتخاب رشته به صورت مجازی در دانشگاه‌های مختلف و حتی کلاس‌های درسشون قدم بزنید. بله، این امکان با استفاده از تکنولوژی‌های واقعیت مجازی VR و واقعیت افزوده AR فراهم شده. واقعیت مجازی. هدست‌های VR به شما این امکان رو میده که به صورت کاملا مجازی وارد محیط‌های دانشگاهی بشید و حس واقعی از تحصیل در اون محیط‌ها رو داشته باشید. این تکنولوژی به داوطلبان کمک میکنه تا تجربه نزدیکتری از دانشگاه‌ها به دست بیارن. واقعیت افزوده. شما میتونید با استفاده از AR یا واقعیت افزوده محتوای تعاملی مانند توضیحات تکمیلی درباره رشته‌های مختلف، بازخوردهای دانشجویان و حتی مشاهده نمونه پروژه‌های تحصیلی رو به طور زنده در محیط خود ببینید. با این اپلیکیشن ها شما حتی میتونید وقتی تو خونه هستید به اطلاعات زنده از محیط دانشگاه، برنامه‌های درسی و پروژه‌های تحقیقاتی دسترسی پیدا کنید. تکنولوژی‌های بیومتریک و امنیت در انتخاب رشته. حالا بیاین درباره امنیت صحبت کنیم. فرایند انتخاب رشته یکی از حساس‌ترین مراحل تحصیلی هر داوطلبه و برای جلوگیری از تقلب و اشتباه تکنولوژی‌های بیومتریک به کار گرفته میشه. تشخیص چهره. استفاده از دوربین‌های پیشرفته و الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای تطبیق چهره داوطلبان با عکس‌های ثبت شده اونها. اثر انگشت. استفاده از اسکنرهای اثر انگشت برای اطمینان از اینکه فرد وارد شده همون داوطلب واقعی هستش. و در نهایت احراز هویت چند عاملی. ترکیبی از رمز عبور، کدهای یک بار مصرف و بیومتریک‌ها برای افزایش امنیت. این تکنولوژی‌ها نه تنها امنیت فرایند انتخاب رشته رو تضمین می‌کنند، بلکه تجربه سریع و بدون دردسر برای داوطلبان فراهم می‌کنند. ابزارهای پیشبینی بازار کار و آزمون‌های شخصیتی. اما فقط این نیست. تکنولوژی‌های جدید به شما کمک می‌کنند تا با آزمون‌های شخصیتی آنلاین و ابزارهای پیشبینی بازار کار رشته‌ای رو انتخاب کنید که نه تنها با علاقه و استعداد شما مطابقت داره، بلکه در آینده بازار کار بهتری هم داشته باشه. آزمون‌های شخصیتی آنلاین. این آزمون‌ها با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته ویژگی‌های شخصیتی شما را ارزیابی می‌کنند و رشته‌هایی که با شخصیت شما تطابق دارن رو پیشنهاد می‌کنند. نرم افزارهای پیشبینی بازار کار. این ابزارها
با تحلیل داده‌های کلان از بازار کار، اطلاعات دقیقی از روند شغلی و رشته‌های مورد تقاضا ارائه می‌کنند. با این ابزارها شما میتونید از حالا به فکر آینده شغلیتون باشید و رشته‌ای رو انتخاب کنید که در آینده به شما درآمد و رضایت شغلی بالاتری میده. خب دوستان، همونطور که دیدید تکنولوژی‌های نوین چقدر میتونن فرآیند انتخاب رشته رو برای شما آسان‌تر، هوشمندانه‌تر و دقیق‌تر بکنن. از هوش مصنوعی گرفته تا واقعیت مجازی، همه این ابزارها دست به دست هم دادن تا شما بتونید با اطمینان و دانش بیشتر به سوی آینده‌ای روشن قدم بردارید. اگر این ویدیو براتون مفید بوده، حتما لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا همیشه در جریان جدیدترین ویدیوها و محتواهای جذاب ما باشید. و حتما نظراتتون رو برامون بنویسید که دوست دارید در ویدیوهای بعدی چه موضوعاتی رو پوشش بدیم. تا ویدیوهای بعدی مراقب خودتون باشید.